سلام، نیما رنجی هستم از کانال یوتیوب دانشگاه مهندسی عمران. این قسمت هفتم از مجموعه ویدیوهای نکات طراحی سازه با نرم افزار ایتپس هست. در این ویدیو من قصد دارم راجع به یک تنظیم مربوط به تعریف مقاطع ستون در نرم افزار ایتپس برای سازه بتون آرمه نکته رو خدمتتون ارائه بکنم. از یک فایل ایتپس من یک کپی تهیه کردم، دو تا فایل رو باز کردم. دقیقاً دو تا فایل شرایط یکسان دارن و میخوام روی این فایل ها توضیح بدم خدمتتون. در منوی دیفاین قسمت سکشن پراپرتیز بخش فریم سکشنز رو اگر من بزنم، اینجا امکان تعریف مقاطع اعضای خطی مثل تیر و ستون وجود داره. حالا برای یک سازه بتون آرمه ما یه تعدادی مقطع ستون تعریف کردیم، در دو تا فایل دقیقاً یکسان هست شرایط. توی تنظیمات مربوط به تعریف این مقاطع ستون ها اگر من حالا هر کدوم رو مودیفای کنم، میبینید که در قسمت رینفورسمنت دادن خصوصیات آرماتورهای این مقاطع ما دو تا حالت داشتیم، حالت کالم و حالت بیم. کالم که مربوط به اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی در دو راستا هست و بیم فقط مربوط به لنگر خمشی حول محور 3 هست. محوری و لنگر خمشی دیگه ناچیزه در طراحی. خب برای ستون ها ما معمولا در این حالت و در حالت چک مقطع ستون رو تعریف میکنیم که نرم افزار هم برامون چک بکنه. زمانی که شما در حالت کالم قرار میگیرید یه قسمت کنفاینمنت بارز هم در اینجا فعال میشه که در حالت بیم وجود نداره. خب اگر در حالت ستون قرار بگیرید و این خصوصیات آرماتورهای ارضی، آرماتورهای در واقع محصور کننده آرماتور طولی رو بخواید بدید، در این قسمت هم شما میتونید متریال اون رو بدید. این تنظیماتی که در این قسمت ما انجام میدیم که معمولا هم وقتگیره، برای هر مقطع ستون یه مقداری تایم میبره تا ما بخوایم تعداد ساق‌ها در هر راستا رو حساب کنیم با استفاده از ضوابط آیین نامه و اینجا وارد بکنیم، و یا اینکه بخوایم از آیین نامه استفاده کنیم برای قطر و فاصله بین این آرماتورهای ارضی. خب میخوام ببینم این پارامترها اگر تعریف بشن یا تغییر داده بشن چه تأثیر توی نتایج دارن. همین ابتدا به صورت خلاصه نتیجه رو میگم خدمتتون، اگر خواستید بقیه ویدیو رو میتونید نبینید. تنها پارامتری که اینجا تأثیر داره در طراحی سازه های بتون آرمه پارامتر قطر این آرماتور هست، یعنی قطر آرماتور ارضی که آرماتورهای طولی ما رو محصور کرده، که حالا در اصل نقش دورگیر رو داره برای مهار جانبی آرماتورهای قائم تحت فشار، ولی به عنوان آرماتور برشی هم مورد استفاده قرار میگیره. این قطر تأثیر بسیار بسیار ناچیزی در نتایج داره. تأثیرش هم فقط در بحث تقاضا به ظرفیت ستون ها و در برش وارد بر ستون هاست، یا در واقع آرماتور برشی که نرم افزار برای ما گزارش میکنه فقط هم در مورد ستون. یعنی کل این نتایج، کل این در واقع پارامترها در طراحی تیرها کاملا بی اثرن، چه بحث خمشش، چه بحث برشش، چه بحث پیچش در تیرها کاملا بی اثرن. دادن این قطر، این فاصله و این تعداد ساق‌ها کاملا بی اثره توی طراحی تیرهای بتون آرمه. توی طراحی دیوار برشی هم بی اثره، چه تو تقاضا به ظرفیت دیوارها و آرماتورهای قائمش، چه در آرماتورهای کمرکشی یا افقی یا برشی دیوار برشی، چه ناحیه جزء مرزی دیوار برشی، تو اینها بی اثره. توی ستون هم فقط تاثیرش در بحث آرماتورهای برشی ستون و آرماتورهای در واقع نسبت تقاضا به ظرفیت ستون هست. تو این دوتا مورد تاثیر داره و اون تاثیر هم فقط توسط همین قطر آرماتور، یا حالا میتونیم به جای قطر مساحت اون آرماتور رو بدیم. فقط این پارامتر تاثیر داره، یعنی فاصله بین آرماتورهای ارضی باز توی طراحی ستون هم بی تاثیره و تعداد ساق‌ها هم باز بی تاثیره. توی نتایج تحلیل سازه هم تأثیری ندارن اینها. تأثیر این قطر در تقاضا به ظرفیت ستون و آرماتورهای برشی مورد نیاز برای ستون هم
تأثیر بسیار ناچیزیه. من چک کردم در حد 1-2% تأثیر داره. مثلا کاهش دادن این تقاضا به ظرفیت یا مقدار آرماتور بروشه‌ای گزارش شده رو در حد 1-2% ماکسیموم کاهش میده. خب این خلاصه اون چیزی که در این ویدیو میخوایم بهش برسیم. البته این نکته رو بگم که در طراحی سازه های بتون آرمه با آیین نامه ACI 318-14 این به دست اومده. در ورژن های دیگه آیین نامه ACI و با آیین نامه های دیگه غیر از ACI ممکنه این نتایج وجود نداشته باشه. خب حالا من میخوام در یکی از این دوتا فایل تغییرات رو اعمال بکنم. از منوی دیفاین توی فایل شماره 2، فایل 1 و 2 الان دقیقا یکسان هستن. حالا من فایل 2 رو میخوام یه مقداری تغییر بدم. section property frame sections، اینجا برای همه مقاطع ستون من بعضی از این پارامترهای تعریفی رو تغییر میدم. در این قسمت مثلا این قطر رو فعلا باش کاری ندارم، این پارامترهای دیگر رو تغییر میدم. مثلا فاصله قائم آرماتورهای ارزی از 15 سانت من به 40 سانت تغییرش میدم. تعداد ساق در راستای محور 3 و 2 هم که حالا راجع به این اگه بخوام یه توضیحی بدم خدمتتون، به نقشه یک سازه رجوع میکنم. اینجا شما میبینید که ما یه سری آرماتور قائم یا آرماتور طولی ستون ها رو داریم به این شکل و یک سری هم آرماتورهای ارزی رو داریم که این آرماتورهای ارزی همین کنفاینمنت بارها هستن. هر کدوم از این ساق ها یک کنفاینمنت بار هست. مثلا در راستای قائم در راستای محور وای ما 3 تا ساق و در راستای محور X هم 3 تا ساق داریم در این مقطع ستون. اون چیزی که در اینجا در نرم افزار قابل تنظیم هست، مثلا اینجا 3 که گذاشتیم منظور همینه. حول در واقع در راستای محورهای محلی 3 و 2، محور محلی 3 و 2 هم در اینجا قابل مشاهده است. محور 3 به این شکل، محور 2 به این شکل. تعداد ساق‌ها در راستای محور 2 میشه مثلا یکی این یکی این و حالا یه دونه دیگه هم میتونیم اضافه کنیم اینجا در راستای محور 3 هم به این شکل. این رو من به 40 سانت تغییر میدم و تعداد ساق‌ها رو شما نمیتونید به 1 مثلا تغییر بدید، چون میگه حداقل 2 تا نیازه. یعنی توی مقطع حداقل ما یه دورگیر کامل نیاز داریم داشته باشیم در ستون که حالت بسته اینجوری داشته باشه. پس در هر راسته حداقل 2 تا رو داریم، یه دونه این، یه دونه این برای راستای X مثلا، یه دونه این و یه دونه هم این برای راستای Y. پس من اینجا مقدار حداقل 2 رو در نظر میگیرم، این رو هم 2 در نظر میگیرم، اینم کردم 40 سانت، مقدار خیلی زیادی. اینم بگم فاصله بین این آرماتورهای ارزی در راستای محور 1 که در امتداد طول ستون هست طبق آیین نامه در طول ستون متغیره. در ناحیه بحرانی مقادیر کمتر هست، در خارج از ناحیه بحرانی فاصله مقداری بیشتر میتونه باشه. این تخفیف رو داریم و مثلا فاصله آرماتور ارزی یا همون SF در ناحیه بحرانی توی ستون با سطح شکل پذیر متوسط میشه مینیمم 20 سانتی متر، 1/2 ضلع کوچکتر ستون و 8 برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی. مینیمم این ستا میشه حد اکثر مقدار این فاصله، این فاصله باید از این کمتر باشه. البته توی مواردی اون 20 سانت مثلا میشه 15 سانت برای یه رده های خاصی از فولاد، یا 8 برابر قطر میشه 6 برابر. و حالا در سطح شکل پذیر ویژه هم روایت دیگه ای داره که بهش نمیپردازیم. استاندارد 2800 هم یه مقدار 15 سانت رو برای ناحیه بحرانی ستون ها تعیین کرده. در سطح مثلا شکل پذیر متوسط و ویژه حداقل 15 سانت باید فاصله داشته باشن از هم. حد اکثر 15 سانت باید فاصله داشته باشن آرماتورهای ارزی در طول ستون و معمولا ما اینو 15 سانت میذاریم ولی هیچ تأثیری نداره. حالا اینو خواهید دید الان. من اینو 40 سانت میکنم و این تعداد ساق‌ها رو به جای 3 تا 2 تا در نظر میگیرم. اینم بازی بندی در فصل 21 داره که البته از فصل ستون‌ها در مبحث 9 ویرایش 99
ارجاع داده شده به فصل 21. در فصل 21 یه جایی در واقع میگه که تک تک این آرماتورهای طولی ستون به صورت یکی در میون باید در گوشه یک خم حداقل 135 درجه قرار داشته باشن و توسط اون مهار بشن. علاوه بر اون اگر فاصله آزاد بین این دوتا، فاصله آزادشون اگر از 15 سانت بیشتر باشه، هر دوشون باید در گوشه یه دونه از این خم‌های 135 درجه قرار داشته باشن تا مهار بشن. در اصل این آرماتورهایی که به صورت ارزی ما در ستون میذاریم، نقش اصلیشون مهار جانبی این آرماتورهای طولیه. یعنی این آرماتورهای طولی تحت تنش فشاری کمانش میکنن. چون کاور بتون کافی نیست برای جلوگیری از این کمانش، نیازه که ما توسط آرماتور ارزی اونها رو محصور کنیم. پس طبق آخرین ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال 99 و حتی ویرایش قبل از اون، ما برای هر مقطع ستون بر اساس تعداد آرماتورهای طولی و فواصل بین اونها می اومدیم تعداد ساق‌های آرماتور ارزی رو تعیین می‌کردیم و توی تعریف مقطع اینها رو اعمال می‌کردیم. در اصل در نقشه‌های سازه باید اینها ترسیم بشه، ولی معمولا در تعریف مقاطع ستون‌ها هم ما وقت می‌ذاشتیم و اینها رو حساب می‌کردیم که چند تا ساق ما نیاز داریم، بر این اساس که حالا این ساق‌ها هم میتونن توسط این قلاب دوخت‌ها یا سنجاقی‌ها تامین بشن، هم میتونن دورگیرهای مضاعف به کار برن. مثلا در یه همچین دیتیل ما 2 تا دورگیر اضافه کردیم به اون دورگیر اصلیمون که این وضعیت بهتری هم داره نسبت به اون سنجاقی‌ها، و اون یکی در میون ها در نظر گرفته شده. اون فواصل آزاد حد اکثر 15 سانت هم در نظر گرفته شده. یعنی اگر این فاصله اینجا با اینجا 15 سانتی متر یا بیشتر بود، این یکی هم باید در گوشه یه دونه از این خم‌های حداقل 135 درجه قرار می‌داشت تا مهار بشه. خب حالا اینجا من در نرم افزار ایتابز اون سنجاقی میانی رو در نظر نمیگیرم، فاصله رو هم 40 سانت در نظر میگیرم و اوکی. این رو هم اوکی میکنم. برای تک تک این مقاطع ستون من این تنظیم رو به همین شکل انجام میدم. یعنی این رو 40، اینها رو 2 و اوکی. خب برای اینکه خیلی این تایم طولانی نشه، من ویدیو رو پاز میکنم بعد ادامه میدم. خب اینم آخرین مقطع، مودیفای، فاصله 40 سانت، تعداد ساق‌ها به جای 5 تا 2 تا در راستای هر کدوم از محورهای محلی 2 و 3. اوکی اوکی و سیو. برای همه مقاطع ستون‌های این پروژه من این تغییر رو ایجاد کردم. حالا میخوام 2 تا فایل رو تحلیل و طراحی بکنم، ببینم چه تغییراتی ایجاد شده. پس ما اومدیم فاصله بین آرماتورهای ارزی برای ستون‌ها رو از 15 سانت به 40 سانت افزایش دادیم و تعداد ساق‌ها رو در راستای هر کدوم از محورهای محلی 2 و 3 برای تک تک ستون‌ها از 2 تا، از در واقع اون تعدادی که براش در نظر گرفته شده به 2 تا کاهش دادیم. در ستون‌ها 5 تا هم داشتیم، در بعضی همون 2 تا بوده. احتمالاً بین 2 تا 5 ساق در راستای هر کدوم از محورهای محلی وجود داشته برای مقاطع ستون‌ها که ما همه رو کردیم 2 تا و قاعدتاً در خلاف جهت اطمینان کار کردیم و مقاومت رو کم کردیم با این توزیع آرماتورها. حالا باید ببینیم که چه نتایجی خواهیم داشت. حالا تا این تحلیلش انجام بشه من پاز میکنم. تحلیل سازه به پایان رسید. یکی 2 تا از نتایج اصلی تحلیل سازه رو من با هم مقایسه میکنم، یا حالا یه تعدادی بیشتر. مثلا حالتهای بار زلزله رو در اینجا انتخاب میکنم، زلزله استاتیک معادل در راستای محور x و y، و
توی این قسمت دیافراگم ماکس اوور اوریج دریفت که هم برای کنترل دریفت و هم برای کنترل نظم پیچشی مهمه رو علامت میزنم. ریاکشن، جوینت ریاکشن رو هم میتونم بزنم برای عکس العمل‌های تکیه گاهی بد نیست. از این قسمت هم مودال اینفورمیشن، مودال پارتیسیپیتینگ ماس ریشیوز و از این قسمت هم استوری فورسز. اینا موارد مهمی هستن که اوکی میکنم. حالا همین موارد رو در فایل تغییر یافتمونم انتخاب میکنم. منوی دیسپلی، شو تیبلز، دوباره اون دوتا حالت بار. اوکی. از اینجا جوینت اوتپوت، این گزینه ریاکشن، جوینت ریاکشن، استراکچر اوتپوت، مودال اینفورمیشن، مودال پارتیسیپیتینگ ماس ریشیوز و از اینجا هم استوری فورسز. اینا یه چند تا مورد پرکاربرد هستن. می‌خوایم ببینیم توی نتایج تحلیل این تغییرات تأثیری داشته یا نه. خب همین اولی دیافراگم ماکس اوور اوریج دریفت رو اگر با هم مقایسه بکنیم، این ریشیو می‌بینید که دقیقاً یکسان هست در همه موارد. ماکس دریفت هم دقیقاً یکسان، این آخری هم دقیقاً یکسان. نیاز همه رو چک بکنیم. مش نمونه خروار کاملا اعداد یکی هستن. جوینت ریاکشن رو میزنم، ترتیب نمایش دقیقاً در دو تا پنجره یکسانه. روی این حساب فقط هر ردیفی رو با ردیف متناظر خودش در اون یکی جدول اگر مقایسه بکنیم اوکیه. خب این fx مقدار این نیروها در واقع بیسمون هیچ فرقی ندارن با هم. fx fy دقیقاً یکسان. میریم سراغ مودال پارتیسیپیتینگ ماس ریشیوز برای دوره تناوب. دوره تناوب مود اول 1/104. این مقدار مشارکت جرم مؤثر لرزه ایشون دقیقاً یکیه. اگر این مود پایین رو مود 15 هم در نظر بگیریم میبینید که دقیقاً شرایط یکسان هست. خب اینم پس یکیه. استوری فورسز رو هم حالا اینجا چون خیلی صفر زیاده من میرم در پایین ترین تراز. در اینجا نیروها رو با هم مقایسه میکنیم. نیروی محوری که صفر، Vx مثلا این برش پایه ما بر حسب کیلو نیوتن 5280/2786 دقیقاً این ورم همون تقریبا 5280/2787 در دوتا یکیه. خب پس تو نتایج تحلیل هیچ تأثیری میتونیم بگیم نداره، حداقل توی اصلی ترین نتایج. حالا میرم در منوی دیزاین، کانکریت فریم دیزاین، استارت دیزاین چک رو میزنم در هر کدوم از این دوتا. تنظیمات طراحی برای هر دو دقیقاً یکسانه. توی این یکی فایل هم همینطور. ببینیم که این تنظیمی که ما انجام دادیم آیا در فایل 2 تغییر نسبت به فایل 1 ایجاد کرده یا نه. توی طبقه 5 در هر دو فایل. تو همین طبقه تیرها رو اول بررسی میکنم، بعد میرم دیوار برشیا و بعد ستونها رو بررسی میکنم. البته دیوار برشی رو باید طراحی بکنیم، اول تیرها بعد ستونها، بعد میرم سراغ طراحی دیوار برشی و مقایسه دیوار برشی با هم. خب این تموم شد کارش. این آرماتورهای طولی مورد نیاز رو نشون داده برای تیرها که میبینید اعداد 22 8 21 22 8 21 دقیقاً یکیه. دو سه تا رو چک بکنیم کافیه. 10 16 7 اینم 10 16 7 28 7 17 28 7 17 یه دونه هم مثلا اینجا مثلا این 16 خوب دیده نمیشه، بذارید 25 6 27 25 6 27. خب دقیقاً یکیه. تو تیر توی آرماتور طولی هیچ تأثیری نداشته. کانکریت فریم دیزاین، دیسپلی دیزاین اینفو رو میزنم ببینم تو پارامترهای دیگه چه تأثیری داشته. مثلا توی آرماتور برشی تیرها دیزاین، کانکریت فریم دیزاین
دیسپلی دیزاین اینفو، اینجا هم باز شیر رینفورسینگ اپلای. 8 و 88 4 ممیز 14 11 ممیز 10 دقیقا تو متناظرش هم همینه. اینا هم همه 4 ممیز 14. 15 و 42 شده 15 و 42 درسته. این اوور استرس هم دقیقا مثل همه. پس توی آرماتور برشی تیرها هم تأثیری نداشته. توی تورشن یا پیچش هم در تیرها میتونیم این رو ببینیم. اپلای. خب اینا اکثرا صفره. اینایی که صفر نیست رو با هم مقایسه میکنیم. 7 و 91. اینا هم 7 و 91 هن. این مثلا 5 و 93. اینجا این هم 5 و 93. خب این هم باز دقیقا میتونیم بگیم یکسانه. چون من قبلا با دقت بیشتر بررسی کردم دیگه خیلی وقت شما رو نمیگیرم، مطمئن باشید تغییری ایجاد نشده. میرم سراغ بحث ستون ها. تقاضا به ظرفیت ستون ها رو ببینیم. برای اینکه این رو بتونیم خوب ببینیم میریم توی الیویشن ها قرار میگیریم. الیویشن مثلا C و این ورم مثلا الیویشن متناظرش C رو انتخاب میکنم. تقاضا به ظرفیت ستون ها رو شما میتونید الان ببینید تو این دوتا. 829 829 970 970 یه دونه اینجا 845 845 بالایش 894 894 939 939. خب 715 715 دقیقا یکسانه. و بحث برش ستون ها باز همون شیر رینفورسینگ رو میزنم و اپلای. اینجا هم همینطور اپلای. 16 و 69 همون 16 و 69 10 و 54 همون 10 و 54 9 و 91 9 و 91 7 و 24 9 و 57 7 و 24 9 و 57. خب این هم درسته. برای اینکه کارمون کامل تر باشه بگم این رو هم که این سطح شکل‌پذیری متوسط هست. این ساز در واقع قاب خمشیاش متوسطن، دیوار برشی ها ویژه. و من این کنترل رو انجام دادم هم سطح شکل‌پذیری معمولی هم متوسط هم ویژه دقیقا همین نتایج رو دارن. تفاوتی بین سطوح شکل‌پذیری وجود نداره توی این تغییرات. خب برای دیوار برشی هم فقط این دیوار برشی ها رو یه چکی بکنیم سریع. دیزاین شیر وال دیزاین استارت دیزاین چک. اینجا هم همینطور دیزاین شیر وال دیزاین استارت دیزاین چک. دیوار برشی هم تنظیمات دقیقا یکسان دارن در دوتا فایل. ببینیم آیا تغییر آرماتورهای ارزی در تعریف مقاطع ستون تأثیری در نتایج طراحی دیوارهای برشی توی یک سازه دوگانه قاب خمشی دیوار برشی بتون آرمه در نرم افزاری تبز با آیین‌نامه ACI 318-14 داره یا نه. این آیین‌نامه متناسب با مبحث 999 هست. البته ورژن 19 مناسب تره برای مبحث 999. منتها من چون از ایتابز 18 استفاده میکنم اون ورژن رو ندارم. خب در مورد نتایج طراحی دیوار برشی هم اگر من شیر وال دیزاین دیسپلی دیزاین اینفو تقاضا به ظرفیت رو ببینم، از این یکی هم همینطور دیسپلی دیزاین اینفو دمند به کپاسیتی. خب اینجا تقاضا به ظرفیت اگر خوب دیده بشه خب 69 صدم 517 هزارم 7000. این پایینا همراه با دیوار حائل رو هم ببینیم. مثلا اینجا خب 862 736 هیچ تغییری نکرده، یعنی حتی تا سومین رقم اعشارشون هم دقیقا یکیه. خب یه مورد دیگه هم از دیوار برشی بد نیست بررسی بکنیم. بحث کمرکش هاش شیر رینفورسینگ اپلای کمرکش اینها هم دقیقاً یکسانه اون مواردی که در نظر گرفته شده. خب از این بحث خارج میشم، میرم سراغ تنظیمات بعدی. این فایل رو من قفلش رو باز میکنم، از منوی Define Section Property
فریم سکشن. پس اینجا این نتیجه رو گرفتیم که توی این تنظیمات کنفاینمنت بار برای تعریف مقاطع ستون‌های بتون آرمه، فواصل بین آرماتورهای ارضی یا همون آرماتورهای در واقع محصور کننده دورگیرها، فواصل بین اینها هیچ تأثیری در نتایج تحلیل و طراحی نداره در سطوح شکل پذیری مختلف بر اساس آیین نامه ACI 318-14 و تعداد ساق‌ها در راستای محورهای محلی 2 و 3 هم باز هیچ تأثیری نداره. یعنی ما کاهش دادیم این تعداد ساق‌ها رو، تأثیری نداشت. این فاصله رو زیاد کردیم، تأثیری نداشت. حالا می‌خوایم ببینیم قطر آرماتور رو اگر تغییر بدیم چی میشه. من قطر همه اینا رو 6 میکنم. اوکی. و بقیه موارد رو هم همینطور، اینا رو تک تک مقاطع رو قطر آرماتور ارضی رو 6 میکنم. البته در سطح شکل پذیری مثلا متوسط ستون ها حداقل باید قطر آرماتور ارضیشون 10 میلیمتر باشه، ولی حالا من فرض میکنم ما 6 داریم اینجا، میخوایم ببینیم چه تأثیری داره. اوکی، همه اینها رو من به این شکل تغییر میدم، برای همین پاز میکنم که خیلی وقتتون. خب اینم آخرین مقطع ستونمون که قطر آرماتور ارضی رو 6 میلیمتر میکنم توش و اوکی و سیو. حالا دوباره من تحلیل و طراحی رو باید مجدد انجام بدم و نتایج تحلیل و طراحی رو با هم مقایسه کنیم. این فایل که تحلیل طراحی شده تغییری درش ایجاد نمی کنیم، فقط این یکی فایل تحلیلش که به پایان برسه نتایج تحلیل این رو با تحلیل اون مقایسه میکنیم، بعد نتایج طراحی رو مقایسه میکنیم. تنها پارامتری که تأثیر گذاره همین بحث قطر آرماتورهای ارضی هست که اونم باز تأثیرش در نتایج تحلیل هیچه، در نتایج طراحی تیر و دیوار برشی هیچه، فقط در نتایج طراحی ستون‌ها تأثیر بسیار ناچیزی داره که حالا خواهید دید. این تحلیلش به پایان رسید. من از همون مسیر دوباره شو تیبلز رو میزنم، اگر تو حافظش مونده باشه که مونده اوکی میکنم. دوباره این نتایج اصلی تحلیل رو در دوتا فایل با هم مقایسه میکنم. اوکی. خب راجع به این دریفت ها ماکسیموم دقیقا بالا پایین یکیه، ریشیو ها بالا پایین یکیه. میرم مورد بعدی جوینت ریاکشنز. اف ایکس و اف وای دقیقا یکی. این پایین 159 6409 اینم یکی. مدل پارتی سیتینگ مس ریشیو هم قطعا یکیه، چون یه همچین پارامتر روی نتایج تحلیل قاعدتا تاثیر نداره. اگر تاثیر داشته باشه در طراحی سازه های بتون آرمه هست. خب اینا هم دقیقا یکی هن. شاید اصلا نباید انقدر وقت بذاریم روش. اینم آخرین مورد استوری فورسز. اعداد میبینید که اون چیزی که مشخصه همه دقیقا یکسان هستن. خب اینا رو من میبندم، میرم سراغ نتایج طراحی دیزاین، کانکریت فریم دیزاین، استارت دیزاین چک. تا حالا که تو این موقعیت بودیم بد نبود من اول برم سراغ بحث دیوار برشی ها رو چک بکنم، چون اینجا مشخصه یه جوری برعکسه کنترل حالت قبل رو انجام بدیم، ولی اشکال نداره. بعدش میرم کانکریت شیر وال دیزاین رو هم انجام میدم و نتایج دیوار برشی ها رو با هم مقایسه میکنم. خب دیزاین شیر وال دیزاین استارت دیزاین چک. خب این موردی که اینجا داره نشون داده میشه آرماتورهای برشی هست. دیزاین شیر وال دیزاین دیسپلی دیزاین اینفو
شیر رینفورسینگ رو من میزنم دقیقا یکسان. درسته. حالا دمند به کپاسیتی رو میزنم در این یکی هم همینطور. دیزاین شیر وال دیزاین دیسپلی دیزاین اینفو دی سی. خب تقاضا به ظرفیت هم دقیقا یکسانه تو اینها. طول ناحیه جزء مرزی یا المان مرزی رو هم اگر بخوایم ببینیم دقیقا یکسانه. آره هیچ تفاوتی وجود نداره. خب دیوار برش رو بررسی کردم. کانکریت فریم دیزاین دیسپلی دیزاین اینفو. اول میرم سراغ آرماتورهای طولی برای تیرها. توی همین الیویشن هم باید باشیم. دیزاین خب 10 10 10 12 10 13 20 9 8 11 24 9 22 10 16 17 درسته. یکسان آرماتورهای برشیشون یا اول پیچش رو ببینم. تورشن اپلای. خب این از بحث پیچش که کاملا یکسان، هیچ فرقی ندارم با هم. هر اون چیزی که من چشمم خورد بهش درسته. خب میریم سراغ شیر در تیر و ستون. شیر رینفورسینگ. خب در تیرها آرماتور برشی دقیقا یکسانه. در ستونها ستونهایی که حالا برش توشون یه مقداری بحرانی تره اونا رو من بررسی باید بکنم. توی این الیویشن نداریم. میرم توی یک الیویشن دیگه، مثلا الیویشن A. اینجا هم البته الیویشن A که بودیم فکر میکنم. میرم توی الیویشن مثلا C. اینجا هم الیویشن C. خب اونایی که عدداش یه مقداری بزرگتره، مثلا 14/04 رو میبینید در این فایل. اینجا 14/28، اینجا 14/04، یا اینجا 16/69، اینجا 16/42. 1-2% کاهش پیدا کرده مقدار آرماتور برشی مورد نیاز ستونها در بعضی از ستونها. در خیلی ها که اون حداقل آرماتور برشی براشون گزارش شده دقیقاً مقادیر یکسانه. ولی مثلا اینجا ببینید 8/23 شده 8/08. پس همه کاهشیه. میزان کاهشش هم خیلی ناچیزه، در حد 1-2%. خب مورد بعدی تقاضا به ظرفیت ستونها در اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی هست. خب راجع به این تقاضا به ظرفیت هم شما می‌بینید مثلا 829,000 شده 811,000. 97 صدم شده 96 صدم. 932,000 شده 919,000. پس میشه نتیجه گرفت که در تنظیم آرماتورهای عرضی مقاطع ستون در نرم افزار ایتابز برای ستونهای بتون آرمه، اگر ما نمره آرماتور عرضی رو مثلا از 10/6 کاهش بدیم، در حد 1-2% بعضی از ستونها تقاضا به ظرفیتشون کاهش پیدا میکنه و
مقدار آرماتور برشی گزارش شدن باز در مورد بعضی از ستون‌ها در حد 1-2% کاهش پیدا میکنه. یه همچین تأثیر رو میتونیم بگیم داره، منتها باز با این تاکید که مربوط به آیین‌نامه ACI 318-14 هست نتایج طراحیمون. در دیوار برشی و تیر و نتایج تحلیل هم کلاً این تنظیمات مربوط به آرماتور ارزی بی اثر هست. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی مواظب خودتون باشید.